برای بانوان با فرازی روزی هشته مالی مادران یک تمی توار شد تقسیم لطفاً یک تمی میکروفون گرزن و ادب کنید. السلام علیکم هموطنان عزیز، همشهران عزیز، دوستای عزیز، اکاهای عزیز، اپاهای عزیز، مادرای عزیز. امروز با برابری همین درگاه با اومدن من بسیار خرسند شدم که از همه چهره‌های نمایان، از همه چهره‌های شناخته، از همه انسان‌های بزرگ همین درگاه دیدم. از خفای دوست عزیز ما رستم جان، امید جان و از خفای فیسبوک که با نام کانیبادام نو کشیده شده است، دادرای ما، دوستای ما کشیده شده است و امروز از خفای انامین دوستی ما، پیروی ما، محبت ما همین قدر دوستای با به دیدار هم رسیدیم. از دیدار همه شما شد. من امروز با شرافتی همین سایت گروه کانیبادام نو سری دسترخوان پرناز و نعمت را قرار داریم. من از نام خودم، از نام گروه کانیبادام نو، از نام تمام یگیتای شهر، از نام تمام مردهای شهر، تمام بانوای شهر کانیبادام، تمام زنها، تمام مادرای مهربان کانیبادام من از نام انمی یگیتایی که اینجا به حضور دارن، از نام دادر و اکاهایی که اینجا حضور دارن صمیمانه تبریک میگویم. شکر انامین جمامت، شکر انامین دیدار، شکر انامین دسترخوان پرناز و نعمت دوستان، شکر استقلالیت، شکر تینجی و آرامی. بگذار تاجیکستان عزیز ما همیشه خیلی تینجی و آرام باشد، دسترخوان همه مردم تاجیک همه خیلی پرناز و نعمت باشد و اهل هنر، اهل صنعت فقط خیلی روزای نغز بر روزای خرسندی و خدمت داریم. من همه شما با فرارسی نوروز عجم، بهار عالم افروز صمیمانه تبریک میگویم. خدا کند که بهار آمده ایرایم راست باشد و به خاندان هر یکی ما و شما، به خاندان هر یکی مردم تاجیک فقط فیض و برکت، خوشبختی، خرسندی، تینجی و آرامی باشد و تاجیکستان عزیز ما همیشه گلگل شکوفا باشد، دسترخوان همه ما خیلی پرناز و نعمت باشد و تمام صنعتکارا، بسته‌کارا، هنرمندا خیلی روزای نغز شما و خدمت کنیم. برای مادرها، برای خواهرها هر چی تحفه کنیم کم، زیرا که مادر این سرچشمه حیات ما و شما دوستان. همه ما زاده مادر، همه ما پیغمبرها، معلم‌ها تا حتی جناب عالی هم زاده مادر. همو بکی مادرها ایران تمام مادرای مردم تاجیک سربلند باشند، زنده باشند، عمرشان دراز باشد، تنصیحت باشند، خاندان ما و شما و سلامت باشند و فقط دعا کرده گردن کفایت. خدا کند که چیزی که من همجا و اپای عزیزم گفتم هر سال نه، هر عید خیلی دسترخوان باشد، خیلی جمامت باشد. شهر عزیزی ما، کانیبادام عزیزی ما خیلی چی گویم بردباری باشد و خرسندی باشد و تینجی و ارزانی و فراوانی باشد. هماتون یک بار دیگر با فرارسی بهار عالم افروز با روز مادرای عزیزم تبریک میکنم. دلتون اگه ارزا و خدا مناسب بیند و چی در دل نیت‌های نیکی دیگه دارین جامعه عمل باشد. خدا مهنتی همه مردم تاجیک راحت بگرداند. ما اهل صنعت تمنای آن رو داریم که خانه هماتون به یک تگی نه 10 تگی توی شما دو ما خدمت کنیم. سلامت داشته باشید. توفه از همه بهترین این گل دوستو، با همین آرزوی امید که تا ابد مثل گل خاندان شما، فرزندای شما، همسرای شما، پدرای شما، مادرای شما فقط شکفته و سرسبز و خورم باشن. توفه از نام گروه کانیبادام نو، فیسبوک، رستم جان،
و برادر ما اهل اشتراکچی ها تحفه گلدسته از رستم جان خودشون مسلمان مرحبا اعظم تمام اشتراکچی ها زبایدت ها مؤمن بود خوشبخت‌ترین